با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. من جمشید چالنگی در ساعت پیش رو با شما خواهم بود در تفسیر خبر از استودیوی 47 صدای آمریکا در واشنگتن. بینندگان عزیز ما در ایران و دیگر نقاط جهان با چهره آقای دکتر احمد کریمی حکاک آشنایی دارید. در برنامه‌های مختلف صدای آمریکا بودند و همینطور برنامه‌های رادیویی صدای آمریکا. آقای دکتر احمد کریمی حکاک دارای آثار بسیار زیادی هستند، کتاب‌های مختلف، مقالات مختلف، مقالات پژوهشی و کتاب‌های پژوهشی به ویژه در زمینه معرفی ادبیات غنی و کهن ایران و ادبیات مدرن و جدید ایران به جامعه غیر ایرانی به ویژه تر در آمریکا و دانشجویان ایرانی و افکار عمومی آمریکا که خواهان شناسایی بیشتر شرق به ویژه ادبیات ایران هستند. بیوگرافی و زندگی نامه فرهنگی آقای دکتر کریمی حکاک طولانی تر از وقت کم یک ساعته ما هست. کفایت میکنیم به همین اندکی که گفتیم و سلام میگیم به شما و ممنون از اینکه با همه مشغله دانشگاهی وقتتون به ما دادید. سلام آقای چالنگی، از دعوتتون بسیار متشکرم. و خبر دارین 5 ایرانی بهایی رو گرفتن و در دانشگاه ها بهایی ها این تقسیم بندی ها ریشش از کجا میاد؟ از احساس حقارتی است که اینها به مذهب تشیع دادن. برای من تنها دلیلی که میتونه داشته باشه احساس ناامنی اینهاست، یعنی احساس ترسشونه. اگر کسی از عمق اعتقاد خودش سخن بگه، چنان که آیت الله منتظری سرانجام گفت، نمیخواد کسی دیگر رو حذف بکنه تا سخن خودش به میدان بنشینه و به گفته امام سوم شیعیان روی میاره که گفت اگر دین ندارید اقلا آزاده باشید. آزادگی و توان و مجال بیان هر آن نظری هرچند مخالف با نظر خود رو باید بدن. متاسفانه من فکر میکنم در بطن تاریخی ظهور جنبش باب و بعد دیانت بهایی در ایران قرن 19 به گونه‌ای پیش رفت که کینه عجیبی به دل گرفتن بخشی قشری از روحانیت فعلی که این کینه گاه به صورت ویرانی حضیرت القدس از جانب آقای بروجردی به یا آیت الله کاشانی به محمد رضا شاه پهلوی القا میشه، گاه به صورت خشونت عریانی که امروز میبینیم و من روزگاری رو میبینم که این هم دگرگون بشه و بهایی عیسی به دین خود، موسی به دین خود باشند و این سخن نادرست ضد حقیقت که بهاییت دین نیست بلکه یک حزب یا فرقه سیاسی است، این رو روحانیت قرن 19 یا اوایل قرن 20 ایران اختراع کرد، از طریق اسناد دالگورکی و اینها به میدان آوردند و در این حال که این روایت بسیار نخنما شده، مثل همه روایات به بطلان کشیده شده تاریخ، امروز 2 مرتبه توسط حکومتی که خودش هم از اباطیل تاریخه به میدان آورده شده و داره در برابر یک مذهبی که ما دست کم در تجربه‌های شخصیمون میبینیم که پیروانش یکی از آرامترین و مسالمت آمیزترین گروه‌های ایرانیان هستند و الان که امروز جهانی شده است و دیگه حالت خاص خودش رو پیدا کرده. ضدیت با این مذاهب به هیچ جا نخواهد رسید. امپراتوری روم هم با وجودی که بسیار قدرتش بیشتر بود از جمهوری اسلامی ایران و از شخص محمود احمدی نژاد، 400 سال با مسیحیت مبارزه کرد ولی سرانجام مسیحیت هم به عنوان یک مذهب قبولیت یافت و امروز یکی از نیروهای پیشبرنده جهان. یه پرسش هم اینجا بکنیم، باید به خبر روز مربوط نمیشه ولی به یه نحوی به بازداشت 5 شهروند ایرانی بهایی مربوط میشه. طاهره قرةالعین جدا از جنبه‌های دیگه‌ای که در مورد زنان کارهایی که کرده، کشف حجاب و ارزش‌های شعریش هست، شما بهتر است بنده به مراتب این سکوت جامعه روشنفکر ایران، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، حتی سکولارهای ایران در برابر نمایاندن ارزش‌های شعری اون ریشه در چی داره؟ سکوت جبونانه است. البته من خودم این کار رو نمی‌کنم و در کلاس‌های من همیشه قرةالعین یکی از نمونه‌های شعر عرفانی قرن 19 ایران مطرح میشه و سخنان لطیف و ظریفی که گفته، نکته به نکته مو به مو به قول خودش، این به گونه‌ای است که واقعا او رو یکی از شاعران خیلی مهم
زمانه خودش میکنه. متاسفانه البته او رو به وضع فجیعی همونطور که میدونید کشتن و نه تنها او رو کشتن، شعرش رو کشتن، یعنی متون شعریش رو نابود کردن، به طوری که حتی کسانی مثل من که میخوان با حسن نیت او رو به میدان بیارن شواهد زیادی ندارن که بالاخره این شاعر در این حال که جوان مرد آثاری که پدید آورد خیلی بیش از این است که ما داریم. این است که یک مسئله متن شناختی داریم درباره قرةالعین، طاهره قرةالعین، و بعد مسائل دیگری است که ممکن است به فراخور ظرفیت ذهنی افراد یا مانع ایجاد بکنه یا ایجاد نکنه. ولی حرفتون درسته، ولی من حس میکنم که در خارج از مرزهای ایران که فضاهای بازتری است، امروز قرةالعین داره به عنوان یک شاعر مهم قرن 19 ایران مطرح میشه و بیش از پیش هم شده است.